رزمنده جوان و آینده‌دار تاجیک سمندر مرودوف شب 17 به 18 سپتامبر در مسابقات AFC که به یاد عبدالمناف نور محمدوف پدر و مربی وقید رزمنده شورتیار داغستانی حبیب نور محمدوف بخشیده شده بود، صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقات شد. سمندر مرودوف که تا کنون در همه اف نبردش پیروز شده است و به این دلیل شکست ناپذیر یا مغلوب نشونده هم نامش میبرند، در این مسابقات برای دریافت عنوان قهرمانی با مکسیم شویتز که تا کنون از 19 نبرد تنها 4 تاش را باخته است دست و پنجه نرم کرد و همه را با متانت و مردانگی بی‌مثل خود در حیرت گذاشت. گپ سر آن است که در دور سوم نبرد کتف راست پهلوان تاجیک برآمد و با وجود چنین سخت لت خوردنش او با یک دست نبرد را تا دور چهارم ادامه داده و پیروزی به دست آورد. سمندر مرودوف هنگام اعلان نام غالب مسابقه مخلصان خود را بازم بیشتر به وجد آورد، چون که هم او و هم اعضای دیگر دستش همه فوتبالکاها را با عکس‌های احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود به تن کرده و با این همراه خود را با نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان که به ضد طالبان می‌جنگد به نمایش گذاشتند. در روزهای آخر این بار اول نیست که ورزشگران تاجیک در مسابقات بین المللی همراهی خود را با تاجیکان افغانستان به نمایش می‌گذارند. روز 11 سپتامبر رزمنده تاجیک شهباز میرزازاده که در مسابقات RBM مشت روسی در سنت پترزبورگ غالب آمد، برای نمایش همبستگیش به مردم پنجشیر نیز فوتبالکا با عکس احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان را به تن کرد.